کو میکنی؟ من در تلویزیون کار میزنم. خیلی بیشی همونجا کو سر میکنی بیشی. همینجا بشینم. اخبار گابزا. پولتا اینمونم. السلام علیکم تماشاگران عزتمند. اینک برنامه تلویزیون اخبار است. تلویزیون فیلم در استودیو با شما میستر کلی. هفته سپر شده در شهر دوشنبه در چشمون کرده در نزدیکی NVD دو رو دستگیر کردند. صدراعظم نجمی و بهرام غفوری ساعت 12 شب بین تظاهراتگری از خونه بیرون شده و خونه عبیدالله سعدالله حمله کردند. عبیدالله سعدالله در حالت مست خواب بوده. از کاسه عبیدالله سعدالله یک سومون 80 درم، از درون شیفانیر عبیدالله سعدالله چیزهای قیمت بها، دو فیلم میکا، دو پرکالو، دو پچکه چای، دو پرنسکی و دو ترکانی خونه را زیر کرده گریختند. از این کارها سردار گروه میلیسیا حسن چیلا خبر شده با کارگردان کرپسه جمهوری تاجیکستان خبر داده. کارگردان کرپسه جمهوری تاجیکستان دولتمند خال کرکیبک پرده قاسم از این کارها خبر شده. هرچند غارتگرها را دستگیر کرده و درون کاخ برباد بردن. صدراعظم نجمی و بهرام غفوری به درون کاخ برباد برده. صدراعظم نجمیدین زدن توبه کردم خدا و عصر میکنی. ای رو تسیا کدامی ژورنالیست دروغ میگه؟ تو در تلویزیون گپ زده استی، تو رو تمام جهان تماشا میکنه. تو دروغ میگی؟ تو رو خلق بدونه چیکار میکنه؟ سنگ شپت میکنه. نخواد ژورنالیست دروغ بگه. چه داره بزنی؟ تو فالبینی دروغ گفته استی.